کارمندان اپراتیوی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند در نتیجه فعالیت نتیجه بخش اپراتیوی حرکت‌های اتفاق سگانه دزدان هرجاگرد را به پرده ساخت که از ولایت ختلان به منطقه سوخت آمده با دزدی از داخل نقلیات مشغول بودند. دو نفر گمانبر جنایت ایباتو فردوس سعید جعفرویچ و نگمتو فیروز رجبویچ که هر دو پیشتر گذشته جنایتی دارند، سال تولدشان 1996 زاده و استقامت کنندگان شهر باختر دستگیر شده. شریک دیگری آنها را میلیسیا جستجو دارد. چند بار توسط شدید؟ بله. چه خیلی بودن ساعتی پشت؟ مقامات میلیسیا این حال 10 دزدی و 16 سوءقصد دزدی مجموعاً 26 لحظه جنایت را به این اتفاق سگانه نسبت می‌دهد که در حدود شهرهای خوجند و بوستان صادر شدند. این حال در سراغ شهر خوجند محله 12 با گمانبرشدگان ایباتو فردوس و نگمت فیروز برای حرکت تفتیشاتی گذراندن حرکت تفتیشاتی سرنشینشان در جای حادثه گذرانده ایستادیم. نامبردگان در وقت نشان دادنشان معین کرده شد که در حدود شهر خوجند 7 لحظه جنایت دزدی را صادر کردند. طرز اصول صادر کردن جنایت دزدی از طرف ایباتو فردوس و نگمت فیروز این با واسطه یک عدد مربطاب آینه در قفای автомاشین را زده شکسته از داخلش باشد مبلغ‌های پولی و مال و اشیاءهای قیمتناک را تصرف می‌کردند. اصول دزدی‌ها شکستن آینه نقلیات و از داخل آن دریافت و تصرف تنها پول نقد است. در خوجند دست داشتن گمانبران در 2 دزدی با تصرف 12000 سامانی و 5 سوءقصد دزدی، در شهر بوستان باشد 8 دزدی با دریافت 6808 سامانی از داخل نقلیات و 11 سوءقصد دزدی به قید گرفته شده است که همه جنایت‌ها شبانه دوام دهه اول ماه مارت صادر شدند. وقتی همین کار داد فیروز گفتگی بود، من در پیش ماشین بودم یا همراهمون طرف اولوی دوم بود. شما چیکار میکردین این وقت؟ من نگاه میکردم نمی دومانی گو کردی سرگیمی دومانی گو داشتیم که یکون خستی автомашинаҳои тамғаи опел ва мерседес объекти ин силсила дуздиҳост. дар шаҳри хуҷанд хатсайри дуздиҳо ҳудуди баландошонаҳои маҳаллаҳои 12 ва 13-ро фаро гирифта, дар шаҳри бӯстон нақлиёти дар саҳни биноҳои истиқомати гузоштаи сокинони маҳаллаи нав, кӯчаҳои рӯдакӣ, сулҳ, баротова ва ҷавонӣ ҳадаф қарор гирифтааст. аз рӯи далелҳои ошкоргарида бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии парвандаи ҷиноятии оғоз ва нисбати фирдавс ибатов ва фирӯз негматов чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.